آقا سلام. سلام آقا. خسته نباشی. مشکلی پیش اومده واسه قطارتون؟ آقا یه خود مشکل داشت. آها. تاش سرگرداده عوض کرده بود حقیقتش. یه از 24 به بعد تست زده. حالا من این دوست دارم تست بزنم. آها. کجا تشریف میبرید؟ حالا حقیقتش ما الان بادودیم. آره. گفتم باید بریم ابوظبی. حالا نمیدونم دیگه چقدر راه. فکر کنم یه 2000 کیلومتر دیگه باید راه بریم. آها. بارتون چی هست؟ زرگر. بله. الان مشکل فنی نداره قطارتون که؟ واسه درگذاری اینجا بود. بهش گفتم بابا داداش من بیمه رو میپردازم. نکن اینجور تو برو کارخونه داری 4-5 تا. عرق کردی مثل اینکه. بله عزیزم یه خود روم هست. آها. قربون شما. یا علی موفق باشید.